که امروز خوشبختانه مجموعه مؤسسه شهید مطهری و مؤسسه یادبود امام خمینی و به خصوص شخص حجت الاسلام و المسلمین و طاهر ظافری و روحانیون و سایر عزیزان دارد همت بداشتند اونها رو برپا کردند. مثلا یه فعالیت مستقل زندگی خصوصا تعلیمی और कल्चरल और दीनी फालियत में सबसे मुहिम फालियत होता है जो मुअस्सिसे के मसूली और गैर मुताहिदी के मसूली खुसूसन आगाए ज़ाकिरी ने इस फालियत को अंजाम देने की हिम्मत की है। عزیزان دانشجویان شما هیچ کدامتون امام خمینی را ندیده‌اید، اما زمانی که امام خمینی بعد از 15 سال تبعید به ایران برگشت و هنگامی که